سلام بچه‌ها، به چنل علیرضا پیج خیلی خوش اومدید. ما ویدیو دیگه، این ویدیو راجع به اکسپلور گردیه. خب بچه‌ها واسه لایک کنید، کانال ما رو فالو کنید، زنگوله داشتم بزنید. خب بچه‌ها منم اولین ویدیو من در یوتیوب هستش. بدون معطلی بریم برای ویدیو. بریم برای اولین بچه. من نمی‌دونم این یارو به چه امیدی منو گذاشته تو سفره. آخه مومن الان 50 تا ما رو هم دیگه جمع بشیم نمیتونیم یه دونه نون بخریم. من چی بگم، این دختره 20 سال داره سر و ته منو گره میزنه به امید شوهر. دختر شوهر نیست. بله. من چیکار کنم آخه؟ یه پیرمرد 80 ساله به حقوق بازنشستگی تحمل مونده. اونو برای پاسخ کنم. I am the one, the way your son don't need a gun to get شرایط من رو بجون بچه تو خفش دهن تو ببن روی دهن خفمون کرد. خوشبال مالیه بود شاسپورا شنا میکنیش دهمه نداره. اگر هر روز صبح ناشتا یه دونه سیب میخوردی الان اینقدر بی‌عصاب نبودی. آره آمو، اگه روزی یه دونم سنجد بخوری تنگ نشی. اون بگی تو نیومدم پیچو ببندن. کات کنید این قسمتو. عیدتون مبارک. خب بعد فکر مبهم یک کار انجام نشده می آزارده. مود من در روزای عید. یک کار انجام نشده می آزارده من. چاره ای نیست. دوباره می خوابی. هنوز هم فکر یه مدل اومده برامون خانم. کیمیت فقط همینه دوستان. جدی ببینم وقتی بعد تعطیلات میری مدرسه. نه میری سر کار. من دوباره برگشتم. سلام بدبختی. جالب. باشه منه. پاداش به شام منه. قربونش به شام منه. باشه خدامه. باشه. اهداف 1400 من. من و دوستم بعد از این که با هم دعوا کردیم و کلی با هم خوشم جلوشو بگیرید نظری رد بشه. کرام ببینم به من میگن کازم کاکرو. بیای نفروز مفری بگی که اومد. جلوشو مامون دارم قیلتلی. رفیق سرخوشم تو بدترین شرایط. مامون یه مامون دارم قیلتلیه. تو بول مبول و قهوهیه. این مامون رو نداشتم. پس مامون خفه شستی. مطمئنی؟ کم مهداب ماموتم رو میرم. ببرد اون کاره رو. مطمئنی؟ برای دیدنت بلیط گرفتم تا بیام باغ وحش. ولی تو میدونی یه بار بهت گفتم آواز نخونی. این دفعه دیگه مردی. مطمئنی؟ حیف این هنجره تلاشی. آقای خیلی خوب بود. میفهمم شما یه خوده منو چیز کن، یعنی که چی بهش میگن دل به دل من بده، این لحظات من بگذره یا حداقل بده بزن. میفهمم شما یه خوده منو چیز کن، یعنی بچه فامیل سلام بکن. خیلی خوشگله. واکنش بدبختی نمره هامون میبینم. خیلی خوب بود. شب شما ایران جان چقدر خوب که داری میخوامی. دوباره شب شد تو اومدی. بله من باز اومدم، ولی باور میکنی امشب اصلا قصد ندارم بگم بده بزنی. چه جالب، یعنی اصلا نیش و اینا نداری. نه امشب نده. حالا بگو چرا؟ امشب جات خالی. من رفته بودم گشتگذار رو اینا، گفتم توی محله جدیدی یه جای جدیدی برم و بیام. آها، یه جای جدید پیدا بکنی، یه کس جدید. آره جات خالی. یه پس گردن خوب. بله یه پس گردن خوب، یه لای انگشته. بریم برای ویدیو بعد. برنامه‌مون امشب چشم و حال سفته، بده بزنیم اون بوزک برو، دل من گرفته، دل من
نزن اولاق اولاق و پربزرگ منطق دوستم وقتی یه گندی میزنه. اولاق و پربزرگ نزن اولاق اولاق و پربزرگ که نیستم راه دیگه ای نیست نزن اولاق اولاق و پربزرگ آهای پول بده. پول چی؟ بسته شما 80%ش تموم شده. دیروز بسته خریدم. پنگی کجا رفت؟ من نمیدونم، تموم شده، پول بده. خب باشه همون بسته همیشگی رو فعال کن. آقا ایران فر اون بسته دیگه نیستش، برش داشتیم. چرا؟ پول نمیکرد. حالا چی داری به جاش؟ یه بسته جدید آوردیم با حجم کمتر، قیمت بیشتر. خب از کجا بیاریم؟ همون قبلی هم زیاد بود. نمیدونم، پول میخوام. رفیق یادت توی ماشین خوابت برد؟ فیلمتو گرفتم و پخش کرد. این گوشت گوسفنده، میخوام امانت بدمش دست خانم. ولی خانم اینو نخور، همینجا امانت نگهش دار. من امانتمو بردارم، حالا بهت میدم. حالا یه بار دیگه ایراد نداره. این قربون خوردن آموزش مخزنی بچه. بعدم به مردم بگم چی رو زدم، بگم همستر زدم، بگم ذات شهر موشا رو زدم، کجا رو زدم آخه اسم از لیست قنده خط میکنه. خب بچه ویدیو تمام شد. از این ویدیو خوشتون اومد باشه، اولی ویدیو هم گفتن کانال ما رو فالو کنید و کانال یوتیوب تازه زدم، کانال آپارات و کانال روبیکا هم همین زیر کپشن هست. خب بچه تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.